Bismillahirrohmanirrohim. Mana alhamdulillah. Hoji muhtarami Sentrum Xolidayız. Haftada 5 guruh keti. Allah nasib qiladi mana inshaalloh ziyoratهای مدینه منوره آغاز کردیم از نشریات قرآن کریم. سکی زیاده از 100 تا زمان که تا همجا کتاب نزدگی زیاده از 100 تا زمان که تا نوشتگی
assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. علیکم السلام و رحمت الله و حاجی محترم، برکاته. من الحمدلله الله نصیب کرد ما منه زیارت های خدمای اولین شب از مدینه منوره نشریات قرآن کریمی که کلام الله کتابی که جانب الله تعالی نازل شد و همینجا آغاز کردم و یک تگه هدیه طرف این اهل نشریات برای من شما داده شد. هم یک تاثیرات خودتان تاثیرات حاجی مخلصا بیان میکردی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولین بار السلام علیکم حاجی های محترم، السلام علیکم سهراب حاجی، همه اتون به درگاه خداوند خوش آمدید. نور دیده زیارت گروه 76 را پروردگار به درگاه عظیمش قبول کند. اما ما با نیت نیک در روزهای نیک در هوای صافی مدینه و مکرمه عملهای که در پیش ما استاده است اجرا کردن همه ما نصیب روزی گرداند. بگذار هم و همه شما تنصیحاتی خوشی های زندگی را تمنا دارم. دائما در دستی همه ما کتاب کلام اولیان قرآن کریم استاده است. از همین قرآن کریم استفاده بردن را و همه ما نصیب روزی گرداند. همین ما گروه ما سردار شده یا که وظیفه دار شده سهراب جان حاجی و از نام همین گروه 76 منتداری خیش را اظهار میکنیم. بگذار به این شخص تندرستی، سلامتی و در کارهای آیندهش ظفرهای نو به نو آرزو می‌نماییم. پروردگار همه شما را برای اجرا کردن عملهای عمره همه ما سرفراز گرداند و به همین حاجه هایی که اینجا تشریف آمدن عملها را اجرا کردن خودش نگه دارد. منت داریم. ما از یان گروه از سهراب جان حاجی رحمت برای ما همین سفرها بروردنتان مانده نشوید. ما در پیش باشید. الرحیم الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. ما بعد حاجی محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من الحمدلله الله نصیب کرد زیارت مدینه منوره من شما آغاز کردم. یکمین زیارتی که من شما اومدم این نشریات قرآن برای معلومات گفتنه هستیم که من این نشریاتی که دیده استادید من کامرانده نشان تید سال 1980 سال 1980 سال از جانب پادشاه سعودی پادشاه عربستان سعودی شیخ ملک فیصل ساخته شدگی همچو قرض الحسنه. قرض الحسنه یعنی برای الله یک چیز نغز میدگی، یعنی هدیه کردن، تحفه کردن. الله به قرض نیک دادن میگن. همچون قرض الحسنه داده شدگی ساخته شدگی یک سالنده زیاده از 20 میلیون تا کتاب چاپ شده بی پل برای حاجا برای مسلمان ها تقسیم که میشه. تصور کنید قرض الحسنه همین خیلی چیز که شما برای یک فایده مسلمان ها، فایده جمعیت یک چیز میسازید، یک چیز اختراع میکنید که مردم اوای بی پل استفاده میبرن. من طرفای خودمون میگن یا مسجد میسازید یا اینکه راه میسازید مسلمان ها بی پل میگذرن، یا اینکه یا جا کران آب آورده میتید، یا اینکه یک چیز میسازید که مسلمان ها همون خلق جمعیت هوای بی پل استفاده میبرن، منفعت میبرن، فایده میبرن. اینا میگن که قرض الحسنه برای الله یک قرض نیک دادن. قرض نیک دادن فایدهش ببینید که از رسول الله صلی الله علیه و سلم یک حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاثه. وقتی که فرزند انسان وفات میکند تمام نامه اعمالش پوشیده میشد. یعنی آدم وقتی که وفات میکند دیگه کار خیر کردن نمیتوند، کار ثواب کردن نمیتوند، از جای جمعیت نمیتوند. لیکن سه طایفه انسان کار خیرش میبرود. گفتن یکمش گفتن پدر مادری که فرزند صالح تربیت میکند، فرزند دعاگوی تربیت میکند، فرزند نیک تربیت میکند. وقتی که فرزنداش دعا میکند این پدر مادر قبرش به ثواب میرد. گفتن دیگه‌مش یک استادی که شاگرده بهترین تربیت میکند، شاگرده صالح تربیت میکند، یک علم پرتافته میبرد که بعد از وفات این استاد شاگردا علم وی فایده میبرند، این استاد هم قبرش به ثواب میرد. سیمش گفتن کسی که برای الله قرض الحسنه میتید. من یک نشانش من پادشاه شیخ ملک فیصل همجنده کار کاگو قطعی ساختگاه تصور کنید. من 1980 سال باز چند سال شدم با
46 سال است من 46 سال باز هر روز چاپ شده برای حجاب اپل تقسیم که میشد. انا که بینید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن من نمیگم که الف لام میم یک حرف، بلکه گفتن الف حرف جدایی، لام حرف جدایی، میم حرف جدایی. هر یک کسی که الف میخواند الله 10 تا برای وی ثواب میده. یک عمل صالح به الله یعنی یک حرف به 10 تا ثواب میداده است. با اخلاص ما دیده تا 700 تا ثواب دادنش ممکن بوده است. انا که تصور کنید هر یک همون حاجایی که قرآن گرفتن، من هر روز بگویم که 10,000 تا آدم، یک سال من 20 میلیون تا آدم قرآن گرفت. 20 میلیون تا آدم یک تگه حرفش خوند 20 میلیون تا ثواب 10 ضرب زنی چه میشد؟ 200 میلیون تا ثواب 200 میلیون تا ثواب به همین زواد ساختگاه ها، چوب کسگاه و مهنت کسگاه شریک. سبحان الله. من 40 چند سال باز هر یک قرآن خوان قبرشون ها خورفتیان لیکن ثواب به شریک. شاید این زواد 100 سال دیگه 200 سال دیگه خدمت کند، همون قبرنگا این ثواب همش پس سزاوار میشن. خوند این ثوابش به شریک، عمل کند با ثوابش به شریک، هر یکش به شریک. برای همین این قرآن دانید که قرآن کلام الله برای من شما الله نازل کرد تا که ما این قرآن من شما اگر خوانده تفکر کرده تدبر کرده زندگی کنیم، قرآن هیچ وقت من شما راه چطاق نمیبرد. قرآن من شما هم خیلی میکند که فرزندان همچنان تربیت میکند که فرزندای صالح میشن. قرآن من شما همچنان تربیت میکند که من شما فرزندای صالح تربیت میکنیم و فرزندای من شما پیرنده پدر مادرهای نیکی میکنن، خدمت میکنن، راضی میکنن، گفته پدر مادر نمیبرن. یعنی قرآن فقط و فقط راه راست به آخرش جنت به میبردگی کتاب. الله قرآن میگه این قرآن شما میگه هدایت به میبرد، رحمت ما میبرد و بشارت آخرش جنت میبرد. برای من موجه محترم این کتاب گرفتم، دعا کنید، نیت کنید که الله همون کتاب خوندنش برای من نصیب گردون، همون کتاب دوست داشته، ایمان آورده، همون کتاب تفکر کرده، یک هر همون کتاب زندگی کرده، فرزندای صالح تربیت کرده، پدر مادرای بهترین شده، یک همسایه ها نیکی کرده، جمعیت کرده، یک دوستانه زندگی کردن نصیب گردون، عبادت های خودت آسان گردون. این کتاب نیت کرده گرم که ببینید یک این کتاب همچنان کتابی که یک حرفش 10 تا ثواب. تصور کنید شما 10 حرف خوانید، یک تا سوره خوانید، ثواب کن هیچ جا ان شاء الله گنجانده نمیشه. برای همین این کتاب بهترین کتاب. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن بهترین شما کسی که قرآن یاد گرفته دیگه ها یاد گرفته. تصور کنید شما قرآن یک سخنه الله، مثلا یک چخیل فرزند تربیت کنیا، چخیل پدر مادر به خدمت کنیا. من الله قرآن میگه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. الله تعالی وصیت میکند فرزند آدم بکی تا که غیر از الله هیچ که عبادت نکنید، فقط یگانه الله عبادت کنید و پدر و مادر به نیکی کنید. پدر مادر به نیکی کنید. همین چیز شما قرآن مسلمان یاد گرفتید و دیگه هم یاد دادید، دیگه فرزندا گفتید رفته. اگر هر یک فرزند اگر وصیت الله گوش کرده فقط الله به عبادت کند، بود پرستی نکند، مزار پرستی نکند و فقط الله به عبادت کند، نمازاش، حجاش، ذکرهاش، عبادتاش فقط برای الله شود و پدر مادر با فقط نیکی کند، فقط خدمتای نیک کند. خیلی که الله میگه پیش پدر مادران اوف نگویید، میگه حتی معماهاش پیش پدر مادر اصور نکه. همه فرزند اگر پدر مادر به نیکی کند و خدمت کند، تصور کنید که تمام پدر مادر دیماکس میشن، بخناک میشن، خرسند میشن. برای پدر مادر فرزندش پشت فرزند رحمت شنیدن با این مکافات کلان نیست البته. طوری برای همین این قرآن انشاء دست بگیرید، دعا کنید که الله همین قرآن محبتش قلبانند زیاد کن، خونده عمل کرده یک بهترین انسان شدن نصیب گردان. گفته ان شاء الله یک بهترین یک اخلاصی بلند کته گرم الله با آسان هر یک کار الله آسان کند سه من شما خوندن نمایم، عمل کردن هم سی میشد آسان میشد. موجه محترم این بود کمتر درباره قرآن و نشریات قرآن معلومات و یگان سوالات هم باشد پرسیده گرتون. موجه محترم سوالا نیسته ان شاء الله هفته روز رفته زیارت های دوام میتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.